رادیو صدای ما، رادیو زمانگ غگ. مرزا قلمی های مرزا قلم با روش ما در اجتماع. مرزا قلم او پټولنه کې زمونږ تګلاره. ای دزدا که سرسر میکنه، جیبا خور پر میکنه. مرزا شکسته چه خب باید قریه وطن انداختی مرا. سبزمه تا که ننالم. او مرزا شکسته بله بر زاری کنم زودتر بیایی. لب پر چه خب میخوانه مرزا دلدار. اما گوش که دیگه اینه نمود نمیتنی. همین مرزا صاحب نیست. زنگ از دل بند میکنه نه مرا خود نمود نمیته خوشم نمیاد. ایسا که مرزا شکسته گوش که همین 2-3 روز است او بشه دو 3 روز است که نامده. چشمایم تپ توپ شد. چی وقت میایه؟ می جبای تانه پر میکنه. هیچ رای نزنین بخیر دراز خوب. مرزا پنسل طرف بیادر تو هم سعی کنی دفعه سعی کنی این مویای سر سفید سعی کن. تو خو همیشه مویایت هم تو بوده. از روزی که تو رو شناختیم سرت سفید بوده. او بیادر دمی دادر قوام ترکش یاد نگرفتم بیادر. حال ترکش یاد گرفتیم. خب یاد گرفتی یاد بگیر دیگه. همیت نکو دیگه یک وقت مدیر ما بشی باز که تام بتونی یک چیزی برای ما بکنی. نه از برکت مرزا صاحب میفهمی که اصول جیب خریدن. شکر که قدش حال سرت آمد. رخنه کار حالا یاد آمد گرفتیم. قد سرش. چی داشتی و بیادر؟ یک بایسکل کنه. یک بایسکل لقه داشتی؟ چی داشتی؟ حالا چی داری؟ من موتر، تو موتر، بچه موتر. من میخرم موتر پیدا کرد. من موتر میخرم. نه بگی دیگه. بیادر از کی بود برکت نمو مرزا صاحب بود نه؟ باز دیگه بگم بیادر روزی که بایسکلم پنچر بود پنچر میشد خانه آزیری ما قید بود بیادر ماهش ما کسی ماهش بودم. من فکر میکنم چی چشمای ما روشن. مرزا صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. چشما روشن صاحب چشما روشن. شما روشن شد به خدا. یک نور نگر شما بیادر. خوب است بیادر. سرتان انشالله خوب است. خیر و خیرت. کارا را کل شب با صورت انجام دادیم مرزا صاحب. اگر چه تشریف نداشتیم. اما ما برات شما دخ شده بودیم. بخیر آمدیم. کجا بودیم؟ چرا نمی آمدیم؟ نمود دفتر هستی مرزا صاحب به خدا یاد زنده باشین. سلامت مرزا بیگم تو خوب هستی؟ الحمدلله. بخیر هستی؟ آی لالا شکر بابا که نبودیم همیشه و به ما هیچی مزه نداشت. جیبا خیلی دانا خوش. مرزا دلدار آقا میشه نمیخوریم. او خدا نکنه بالا بدل تو خدا نکنه. خیر باشه شکر. مریض نشی مرزا جان. تو مریض شدی دفتر بسته دفتر مریض نیست. مجبور دفتر. گرونج ما نیم کارم میشه بلای آمده بود و خدا بخیر گذاشت. خیر گذشت. خدا مرزا تو قصه با خیرت چی باشه. بلایی بوده؟ مرزا بیغم یک دفعه نفهمیدم این گلونه گرفت. این گلونه طوره گرفت که ایران شدم. از کوته سنگی شما خدا را باور بکنین از کوته سنگی که من حرکت کردم که نام خدا نشته است که مچیم که کلینیک که مچیم پولی کلینیک که مدیکل که مچیم باز ایم های بلاهوری که کلینیک چی جاپانی که کلینیک چینایی که کلینیک پیشاوری که کلینیک گوش که یک دفعه آخر اینا بانیش گپ بزنه کلینیک ده کلینیک گشتیم این گلون 6 پا 6 تا بود با چای گلون 6 تا هی میدان از مریض کرده کلینیک زیاد دیدم خب بالم هست اونجا دیگه بالم یک جایی دیدم او قربان سرت شام که یک جایی که خورد نوشته است که 20 بستر 20 چی؟ 20 بستر شما ندیده بود نشنیده بود شفاخانه بود. او مرزا دلدار 4 تا 4 که بانی جایی نمیشه 20 بستر با فضل خدای پاک شد که رفتیم اونجا و یک دکتر نوشته شده بود که دکتر فلانی متخصص امراض ولادی و نسایی شش
قلب داخله اطفال ارتوپدی یک سال خلاص و غیره و غیره دیگه دکتر حیوانات هم هست باز دیگه. من البته حتما خودت دیگه می‌فهمی. دکتر حیوانات البته هم همون تو همین و غیره غیره. نفهمیدم و غیره. باز اموجه رفتیم و یعنی الحمدلله الحمدلله یک پیچکاری کت مرا اینمی گلونم طرفت العین خود جوتش صفاش طرفت العین لیکن گوش کر کرد آه. گوش کر کرد بد بد. گوش کر شد گوش کر شد او مرزا بیغم من میگم گرچی چند روز گوشم نشنید شکر کردم الهی گفتم شکر کمی آدم کر باشه که دی وطن نشنوه کمی کر بودی هر کس که هرچی کد نمیشنوی غمام نمیگیری غمام نمیخوری گفتم کاش که کورم شون که نبینم نه خدا نکنه لکن ای بر حالت دیدم یارا امی جگرکم بی بلندی دیم زنگ که تا چشمت کار میکنه آل خوش شکر برخا کنه آل آسمان خراش های کامل آسمان خراش یعنی که دا او کو اگه یک دفعه بالا شوی مرزا پنسل نفست مبرایه امی خانواده امی فامیلا اونمونجا ای او بالا می چرا زینای برقی نمیسازن اونجا؟ ای زور دکو که زینای برقی ساخته برق آماده آخه اونمون رارم برق آماده آخه دمو کو جنازه شان فکر کو جنازه پایین میشه دمو کو دا پشت نفر مریض پایان یا خدا اینی 40 سال است که من میشنم 40 سال است که من میشنم که تحت ماستر پلان شارواله میباشد شهر کابل یکی ماستر پلان دکه نخورد مردم دا کوها والا چه چراغ روشن کرد هر کسی که میای یک دیگه نو میسازه ایناله عده ما چی بود که اینی گپاره که اونه ببینم میگم چا کاش که چشم نمی داشتی مرزا قلم نمی خیر پشتی گپا بیا نگردین بگیرین مستر پلان ماستر پلان بستر پلان ساختن بستری شدن پلان ای چشمت به شفاخانه بستر شدن چوب بگیرین که چیزی آورده دانه دانه شیرین کنه بگیرین میگه شیرینی آوردم آخه چاکلیت چاکلیت میگه چی آورده مرزا بیغم ایستو مرزا ایستو برای ما در دو لکم پرتوکه با خاطر چی هسته یا خیلی خدا بر مبارک نواسه هم کنه میبرم قندک جوره شو مبارک سلامت باشه قندک جوره شده شکر الهی شکر